یکی از سناریوها و پیشبینی‌های جالبی که برای قسمت آخر فصل سوم سریال خواهران و برادران مطرح شده، سناریوی خیانت سوسن به عمر و بازگشت ملیسا به سریال است. بر طبق این سناریو بعد از اینکه لیلا کشته می شود، سارب به سراغ سوسن رفته و با تهدیدهای او سوسن مجبور می شود از عمر جدا شود و دوست دختر سارب شود. سارب در حضور عمر و همه در مدرسه مرتب به تغییر و اذیت کردن سوسن می پردازد و زندگی را برای عمر و سوسن به جهنم تبدیل می کند. سوسن که تحمل این وضعیت را ندارد اقدام به خودکشی می کند، اما توسط عمر نجات داده می شود. سوسن بعد از زنده ماندن همه چیز در مورد ماجرای مرگ قدیر و تصادف را برای عمر و آسیه تعریف می کند و آنها متوجه دست داشتن عاکف و ملیسا در مرگ قدیر می شوند. عمر بعد از این ماجرا از سوسن جدا شده و به کل از او فاصله می گیرد. آسیه نیز از دروغ جدا می شود و درگیری های شدیدی بین عمر و عاکف به وجود می آید. در این بین دروغ که از شنیدن این اتفاق شوکه شده، خانه و زندگی را برای همیشه ترک می کند و غیبش می زند. بعد از همه این اتفاقات و در پایان فصل شاهدان هستیم که ملیسا به خانه باز می گردد و همه با دیدن او و بازگشت غیرمنتظره او شوکه می شوند. البته لازم به ذکر است که اشاره شود که این فقط یک سناریو پیشبینی برای قسمت‌های آخر سریال خواهران و برادران است و برای اطلاع دقیق از ماجراهای سریال باید منتظر ماند تا قسمت‌های باقی مانده آن نیز منتشر شود تا از همه اتفاقات و حوادث جدید آن به صورت دقیق و کامل مطلع شد.